فرزند تمدنی 7000 ساله و فرهنگی غنی و همینطور ما دیدیم که ساخت کیت‌های چه کسی میتواند انکار کند که ایران تونه انجام بده. ولی ما دیدیم که کشورمون جزو عمومی مسلمین کشور عزیزم ایران و امیدوار هستم که به این تلاششون ادامه بدن تا انشاءالله گران زحمتکشمون تمامی افرادی که وقت گذاشتن و با خودشون اگر کاری رو انجام میدن خیلی متفاوت هست با کشور ما گران ایستادگی کرده ایم. چه دوستان همگی اینها روپوش سفید بر تن میکنن و همگی اینها شروع میکردن به اینکه ورود پیدا کنن و بسیار افرادی که متاسفانه در تمام جوانه داشتیم و تونستیم پا برجا بمونیم. امروز اگر ما که سرزمینم با اقتدار به عنوان سمبل انسان دوستی و حسن نیت در جهان ایستاده است، جایگاهی که تداعیگر عشق بی‌بدیل ملتی است که علی‌رغم تمامی فشارها، تحریمها و ناملایمات قرن‌هاست که با ایمان و اقتدار ایستاده است. سرزمین من داستان بی تکرار تاریخی است کهن که مردان و زنان پاکباخته‌اش اسطوره مقاومت و پایمردی و ایستادگی هستند. سرزمین من جایی است که جوانانی از نسل من با هوش و درایت و غیرتی مثال زدنی در سازمان‌ها و نهادهای بزرگ بین‌المللی. عرضم به حضورتون که متاسفانه من همونطور که ابتدای عرایزم عرض کردم ما 40 سال در تحریم به سر میبریم. متا این تحریم ها همیشه کم و زیاد پیدا بوده و شدت و ضعف پیدا کرده. ما حتی در روزهای گذشته دیدیم که رئیس جمهور امریکا باز یک سری اشخاص و ارگان‌های دیگر رو مورد تحریم خودش قرار داده و متاسفانه وقتی ما میبینیم که در این شرایط بحرانی دنیا که واقعاً اگر از کمترین خواسته های حقوق بشری که صحبتش میشه و خواسته های انسانی که واقعا هستش رفع این تحریم ها به صورت همه جانبه در کشور ما بود که ما دیدیم نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه داره اون شدت و دامنه تحریم ها علیه کشورمون بیشتر میشه. ما در همینجا باید هممون بدونیم واقعا در هر سمتی هستیم، در هر صنفی که هستیم و هر کاری که داریم میکنیم باید ببینیم واقعا دستمون رو روی زانوی خودمون باید بگذاریم و نباید منتظر کمک کشورهای دیگه باشیم. و به نظر من این بحث اقتصاد 85 میلیون ایرانی به نمایندگی از کشور عزیزم تونستیم پرچم مقدس و پر افتخار کشورمون رو در صحنه‌هایی که امروز ما می‌بینیم واقعا متاسفانه برخی از کشورها واقعا خیلی بیرحمانه علیه کشورمون دارن تبلیغات میکنن تونستیم در این بره